و حالا رسیدیم به روز 6 از بازی تسخیر جهان. کشوری با پرچم سبز صبر میکنیم سربازامون به حد نصاب برسه برای گرفتن 10 تا سرباز بنظر ما سربازامون به 30 تا رسید که بتونیم منطقه سوم رو سریع تسخیر خودمون داریم. اجازه میدیم به کشور سبز حمله بشه و ما به نقطه بعدی اون حمله میکنیم. و حالا وقتش رسیده که به کشور دوم هم حمله کنیم و مناطق تصرف اونو ازشون بگیریم و منطقه آخرین کشور داره به نقطه دیگه حمله میکنه، احتمالا بتونه اونو تصرف کنه که همینطور هم میشه و ما به آخرین خونه اونم حمله میکنیم و پیروزی بعدی به دست میاد به علاوه 1000 سکه جایزه این مسابقه. جوایزی که داده و یکی پس از دیگری دریافت میکنه که بتونیم تو